کتاب زبور ترانه یکم. خوشبختی عادلان و هلاکت شریران. خوشا کسی که به مشورت شریران نمی رود و در طریق خطاکاران نمی ایستد و در مجلس مسخره بازان نمی نشیند. فقط به شریعت خداوند شوق دارد و روز و شب تورات او را می آموزد و مثل درختی خواهد بود که نزد جویهای آب شینانده شده است و میوه خود را در موسمش می دهد و برگش پژمرده نمی شود و هر چی می کند برار خواهد یافت. شریران چنین نیستند بلکه مانند پریکاهند که آن را باد پراکنده می کند. بنابراین شریران در روز بازخواست نخواهند برخاست، خطاکاران نیز در جماعت عادلان. زیرا که خداوند طریق عادلان را می داند ولی راه شریران سوی عدم خواهد بود. کتاب زبور ترانه دویم. نبوت درباره ملکوت پسر خدا. چرا خلقها به شور می آیند و قبیله ها بیهوده قصد می کنند؟ پادشاهان زمین قیام می کنند و میران با هم مشورت می نمایند بر ضد خداوند و بر ضد مسیح او. بندهای آنها را قطع خواهیم کرد و زولانه های آنها را از خود دور خواهیم انداخت. آن که در آسمان نشسته است می خندد، خداوند آنها را تمسخر می نماید. آنگاه در خشم خود به آنها سخن می راند و با غضب خود آنها را به هراس می اندازد. ولیکن من پادشاه خود را بر سیان کوه مقدس خود تعیین کردم. امر خداوند را بیان می کنم. او به من گفت: تو پسر من هستی، من امروز پدر تو شدم. از من طلب نما و قومها را به میراث تو و اقصای زمین را به تصرف تو خواهم داد. آنها را با عصای آهنین شکست خواهی داد، مثل کوزه کلال پاره پاره خواهی کرد. پس ای پادشاهان به عقل آیید، ای داوران زمین تعلیم گیرید. خداوند را با ترس عبادت نمایید و با لرز شادی کنید. پسر را عزت کنید که مبادا به غضب آید و شما در راه نابود شوید، زیرا که غضب او زود علنگه خواهد گرفت. خوشا همه آنهایی که به او پناه میبرند. کتاب زبور ترانه سیوم. امید بستن به مدد خدا. ترانه داوود. وقتی که از پسر خود ابشالوم گریخت: خداوندا، عدویانم چقدر زیاد شدند. بسیار کسان بر ضد من قیام میکنند. بسیار کسان در حق من میگویند: او را در خدا نجات نیست. سیلا. ولیکن تو ای خداوند سپر در گرد من، جلال من و افرازنده سر من هستی. آوازم خداوند را میخواند و او از کوه مقدس خود مرا اجابت می نماید. سیلا. من دراز می کشم، خواب می روم و می خیزم، زیرا که خداوند به من مدد می کند. از بیورهای مردم که مرا محاصره کردند نمی ترسم. برخیز ای خداوند، مرا نجات ده ای خدای من، زیرا که تو همه دشمنانم را تارسکی می زنی، دندانهای شریران را می شکنی. نجات از خداوند است، برکت تو بر قوم توست. سیلا. کتاب زبور ترانه چهارم. دعای شام داوود که پر از ایمان به مدد خدا می باشد. برای سردار مغنیان بر سازهای تارناک. ترانه داوود. وقتی که تو را می خوانم مرا اجابت نما ای خدای عدل من. در تنگی مرا وسعت داده ای و من مرحمت نما و دعایم را بشنو. ای فرزندان انسان، تا بکی جلالم در ننگ خواهد بود و گبهای خشک و خالی را دوست داشته طالب کسب خواهید بود. سیلا. ولی بدانید که خداوند پارسایان را برای خود جدا کرده است. خداوند می شنود وقتی که او را می خوانم. مضطرب شده خطا نکنید. بر بسترهای خود در دلهاتان اندیشه کنید و ساکت باشید. سیلا. قربانی های عدالت را تقدیم نمایید و به خداوند توکل کنید. بسیار کسان می گویند: کی به ما نیکویی را نشان می دهد؟ نور روی خود را به ما ظاهر نما ای خداوند.
به دلم شادی بخشیده ای از آن وقتی که غله آنها و آب انگور آنها افزوده است. به سلامتی دراز می کشم و خواب می روم، زیرا که تنها تو ای خداوند مرا در آسودگی ساکن می گردانی. کتاب زبور ترانه پنجم. دعای صبح داوود که پر از امیدواری به مدد خدا می باشد. برای سردار مغنیان بر سازهای نفسی ترانه داوود. به سخنانم ای خداوند گوش انداز، اندیشه هایم را بفهم، آواز استغاثه‌ام را بشنو ای پادشاه من و خدای من. زیرا که به تو دعا می گویم، خداوندا، سحرگاهان آوازم را بشنو، سحرگاهان پیش تو حاضر می شوم و انتظاری می کشم، زیرا که تو خدای شرارتخواه نیستی. نزد تو بدکش ساکن نخواهد شد، لافکیان پیش نظر تو نخواهند استاد. از همه بدکرداران نفرت داری، دروغگویان را نابود خواهی کرد. خداوند از خونخور و مکار کراهت دارد. ولیکن من از بسیاری احسان تو به خانه تو داخل خواهم شد و با ترس تو به قصر قدس تو سجده خواهم کرد. خداوندا به من برخلاف اراده مخالفانم در عدالت خود راهنما شو. راه خود را پیش من هموار کن، زیرا که در دهان آنها گپی درست نیست. باطنشان خرابی است، گلویشان قبری کشاده است، با زبانشان تملق میگویند. آنها را ای خداوند محکوم نما، تا که از قصدهای بد خود فرو غلطند. به سبب جنایت‌های بسیارشان آنها را رد نما، زیرا که بر ضد تو به شور آمدند. و همه پناهبران تو خرسند خواهند شد و تا ابد ترنم خواهند کرد. و تو پشتیبان آنها خواهی بود و دوستداران اسم تو در تو شاد خواهند شد. زیرا که تو ای خداوند عادل را برکت می دهی، با زیره مهربانی او را فرا می گیری. کتاب زبور ترانه ششم. دعای گناهکاری که توبه کرده است. برای سردار مغنیان بر ساز هشتار ترانه داوود. خداوندا، در غضب خود مرا مذمت نکن و در خشم خود مرا جزا نده. با من مرحمت نما ای خداوند، زیرا که من افسرده حالم. مرا شفا بده ای خداوند، زیرا که استخوان‌هایم به لرزه آمده است. جانم نیز خیلی به لرزه آمده است. پس تو ای خداوند تا به کی؟ برگرد ای خداوند، جانم را برهان، به خاطر احسان خود مرا نجات ده. زیرا که در ممات ذکر تو نیست، در گورستان کی تو را حمد میگوید. از آه و واه خود لکات شدم. تمام شب جاگهم را غرق آب میکنم، با اشک خود بسترم را تر میکنم. چشمم از غصه خسته شده است، از دست همه خصمهایم عاجز گردیده است. از من دور شوید ای همه بدکرداران، زیرا که خداوند آواز گریه مرا شنیده است. خداوند استغاثه مرا شنیده است. خداوند دعای مرا اجابت خواهد کرد. بگذار همه دشمنانم شرمسار و بسیار هراسان شوند، در یکان خجل شده برگردند. کتاب زبور ترانه هفتم. خداوند شریران را جزا می دهد و بیگناه را می رهاند. سرود جانسوزی که داوود به خداوند عاید به سخنان کوش بنیامینی خوانده است. خداوندا خدای من، و تو پناه می برم، مرا از همه تعقیب کنندگانم نجات ده و خلاص کن. مبادا وی مانند شیر جانم را بدراند، در صورتی که خلاص کننده نباشد. خداوندا خدای من، اگر این کار را کردم، اگر از دستم ناانصافی به عمل آمده است، اگر به دوستم بدی کردم و خصمم را ته دست راندم، بگذار دشمن جانم را تعقیب نماید و مرا دستگیر کند و حیاتم را به زمین یکسان کند و جلالم را به خاک زند. سیلا. ای خداوند، در غضب خود برخیز، بر ضد بدخشمی خصمهایم قیام کن. برای من به داوری که امر فرموده بیدار شو.
انبوه قبیله ها در گرد تو جمع خواهند آمد، بر آنها به افراز برگرد. خداوند قوم ها را داوری خواهد کرد. مرا ای خداوند از روی عدالتم و از روی بی‌عیبیم داوری نما. بگذار بدی شریران خاتمه یابد و عادل را تقویت نما. زیرا که تو ای خدای عادل امتحان کننده دلها و باطنها هستی. سپر من در خداست که او نجات دهنده راستدلان است. خدا داوری عادل است و خدا هر روز غضبناک است. کس اگر رجوع نکند او شمشیر خود را تیز می کند، کمان خود را کشیده به نشان می گیرد. برای وی آلات ممات را تیار می کند. تیرهای خود را سوزان می گرداند. اینک وی تخم بدی را کاشت و خباثت حامله شد و کذب را زایید. چقوره کند و آن را چقور کرد و به چاهی که کند خودش فرو غلطید. خباثت وی بر سرش خواهد برگشت و ظلم وی بر فرقش خواهد افتاد. خداوند را از روی عدالت او حمد می گویم و اسم خداوند تعالی را می سرایم. کتاب زبور ترانه 8. مدح در شأن آفریدگار برای مرحمت او و برای عطای فیض. برای سردار مغنیان بر ساز جات، ترانه داوود. خداوندا خدای ما، چقدر با حشمت است اسم تو در تمام زمین. تو شکوه خود را بر آسمان پهن کرده ای. از دهان کودکان و شیرمکان بر خلاف خصمهای خود حمد را به وجود آورده ای تا که دشمن و انتقام جوی را خاموش گردانی. وقتی که به آسمان تو می نگرم که صنع انگشتان توست و به ماه و ستارگانی که تو آفریده ای، پس چیست انسان که او را یاد کنی و فرزند آدم که او را تفقد نمایی؟ او را از فرشتگان فقط اندک کم کرده ای و تاج جلال و شفقت بر سر او گذاشته ای. او را بر اعمال دستهای خود حکم فرما کرده ای، همه چیز را زیر پای او گذاشته ای، همه گوسفندان و گاوان را، همچنین حیوانهای صحرا را، مرغان آسمان و ماهیان بحر را، هرچی را که بر راههای بحر گذر می کند. خداوندا، خدای ما، چقدر با حشمت است اسم تو در تمام زمین. کتاب زبور ترانه 9. سرود پرسرور داوود بعد از غلبه بر دشمنان. برای سردار مغنیان بر ممات لبین، ترانه داوود. خداوند را با تمام دلم حمد خواهم گفت، همه کارهای عجایب تو را حکایت خواهم کرد. در تو شادی و خرسندی خواهم کرد، اسم تو را ای حق تعالی خواهم سرایید. وقتی که دشمنانم به عقب برگردند، پیش پا خورده از پیش تو نیست خواهند شد. زیرا که تو داوری و مرافعه مرا به عمل آورده ای. تو ای داور عادل بر تخت نشسته ای. تو بر قوم ها عتاب نموده ای، شریر را نیست کرده ای، نام آنها را محو نموده ای تا ابد. دشمن بر هم خورده به صورت ابدی خانه ویران گردیده است. شهرهایش را به بیخو بنیاد کرده ای، ذکرشان نیست شده است. ولیکن خداوند تا ابد قائم است. او تخت خود را برای داوری برقرار کرده است و او دنیا را از روی انصاف داوری خواهد کرد، قبیله ها را از روی راستی دادگری خواهد نمود. و خداوند پناهگاه مظلومان خواهد بود، پناهگاه در لحظه های تنگی. و عارفان اسم تو به تو توکل خواهند کرد، چون که تو ای خداوند طالبان خود را ترک نمی کنی. خداوند را که بر سیان ساکن است بسرایید. کارنامه های او را در میان قوم ها شهرت دهید. زیرا که او پاداش خونها را می طلبد، آنها را در خاطر دارد، فغان مظلومان را فراموش نمی کند. و من مرحمت نما ای خداوند، به مصیبتی که از دست بدخواهانم می کشم نظر انداز، که تو مرا از دروازه ممات بلند برداشته ای.
برای آنکه تمام حمد و ثنای تو را بیان نمایم، در نجات تو خرسندی خواهم کرد. خلقها به چاهی که کنده بودند فرو غلطیدند. در دامی که نهان کرده بودند پای خودشان اندرمان شد. خداوند به وسیله داوری که کرد شهرت می‌یابد. شریر به دام افتاد که با کفهای خود ساخته بود. هجایون سیلا. شریران به دوزخ خواهند رفت، یعنی همه خلقهایی که خدا را فراموش میکنند. زیرا که مسکین به صورت ابدی فراموش نخواهد شد و امید کمبغلان تا به آخر برباد نخواهد رفت. برخیز ای خداوند تا که آدمیزاد گستاخ نباشد و خلقها پیش تو محکوم گردند. آنها را ای خداوند به هراس انداز تا خلقها بدانند که آنها فقط آدمیزاد هستند. سیلا. دعا درباره نجات دادن از دشمنان و امید بستن به مدد خدا. چرا ای خداوند دور میستی و در وقت تنگی خود را پنهان می‌داری؟ شریر در غرور خود کمبغل را تعقیب می‌کند. کاش که خودشان به نیرنگ‌هایی که اندیشیدند گرفتار شوند. زیرا که شریر با حرص نفس خود می‌بالد و طمعکار به خداوند بی‌اعتنایی می‌کند. شریر در تکبر خود می‌گوید او بازخواست نخواهد کرد. تمام خیال وی این است که خدا نیست. راه‌های وی همه وقت با موفقیت است. داوری‌های تو از وی بغایت دور است. به همه خصم‌های خود بی‌اعتنایی می‌کند. در دل خود می‌گوید فرو نخواهم غلطید، هرگز بدی نخواهم دید. دهان وی از لعنت، مکر و فریب پر است. در زیر زبانش بدی و خباثت است. در پشت رباط‌ها کمین می‌گیرد. در جایهای نهانی بیگناه را می‌کشد. چشمانش از پی بیچاره می‌پاید. در جای نهانی مثل شیر در لانه خود کمین می‌گیرد. برای قپیدن کمبغل کمین می‌گیرد و کمبغل را قپیده به دام خود می‌کشد. به زانو نشسته خم می‌شود و بیچارگان به چنگال پرزور وی می‌افتند. در دل خود می‌گوید خدا فراموش کرده است، روی خود را پوشیده است، هرگز نخواهد دید. ای خداوند برخیز، ای خدا دست خود را بردار، حلیمان را فراموش نکن. چرا شریر به خدا بی‌اعتنایی کرده؟ در دل خود می‌گوید تو بازخواست نخواهی کرد. تو می‌بینی زیرا که تو به عذاب و کلفت می‌نگری تا که با دست خود سزا دهی. بیچاره خود را به تو می‌سپارد، مددگار یتیم تو هستی. بازوی شریر و بدکش را بشکن، به طوری که اگر شرارتش را جستجو نمایی یافت نشود. خداوند پادشاه از تا ابد، مغروران از زمین او نیست خواهند شد. خداوندا آرزوی حلیمان را شنیده ای، دل آنها را قوی گردان، گوشت را بگشا تا که یتیم و مظلوم را در داوری حمایت نمایی و آدمی که از خاک است دیگر آنها را نترساند. کتاب زبور ترانه دهم. خداوند عادلان را دوست می دارد و از شریران نفرت دارد. برای سردار مغنیان ترانه داوود. و خداوند پناه می برم. چگونه شما به جانم می گوید مثل مرغ به کوی خود بگریز؟ زیرا اینک شریران کمان را کشیدند، تیر خود را به زه آن گذاشتند تا که در تاریکی بر راستدلان بیاندازند. در صورتی که بنیادها ویران شده است، عادل چیکار کرده می تواند؟ خداوند در قصر قدس خود ساکن است. تخت خداوند در آسمان است. چشمان او می نگرد، پلک‌های او بنی آدم را امتحان می کند. خداوند عادل را امتحان می کند، ولی از شریر و دوستدار خباثت جان او نفرت دارد. بر شریران اخگرها آتش و کبریت خواهد بارانید و بادی سموم حصه کاسه آنها خواهد شد. زیرا که خداوند عادل است، عدالت را دوست می دارد، روی او بر آسکار نگرانیده شده است. کتاب زبور ترانه 11. دعا درباره نجات دادن عادلان از دست شریران.
برای سردار مغنیان بر ساز هشتار. ترانه داوود. نجات ده ای خداوند، زیرا که پارسا باقی نمانده است، زیرا که از میان بنی آدم امینان نیست شدند. هر یک به یار خود سخنانی باطل میگوید، لبانی پرتملق از دل منافق سخن میرانند. خداوند همه لبانی پرتملق را نیست خواهد کرد و هر زبانی را که هوا بلندانه سخن میراند، یعنی آنهایی را که میگویند با زبان خود زور میبرایم، لبان ما با ماست، کیست که بر ما آقا باشد؟ از باعث تاراج کمبغلان و آه و فیغان مسکینان الحال قیام میکنم، میگوید خداوند، و آن کسی را که گرفتار دام نیرنگ است نجات میدهم. سخنان خداوند سخنان پاکیزه است، نقره است که در کوره از خاک تازه کرده و 7 کرات گداخته شده است. تو ای خداوند آنها را نگهبانی خواهی کرد، از این نسل تا ابد محافظت خواهی نمود. شریران در بدر گردش خواهند کرد وقتی که آدمان ذلیل بلند می شوند. کتاب زبور ترانه 12. اندوه درباره درنگ کردن مدد خدا. برای سردار مغنیان ترانه داوود. تا بکی ای خداوند مرا دائم فراموش میکنی؟ تا بکی روی خود را از من پنهان می‌داری؟ تا بکی در جانم اندیشه های حزن‌انگیز و در دلم هر روز غم و غصه داشته باشم؟ تا بکی دشمنانم بر من دست بالا باشد؟ نظر افکنده مرا اجابت نما ای خداوند خدای من. چشمانم را روشن بکن که مبادا خواب مرگ روم، مبادا دشمنم گوید از وی زور برآمدم و عدویانم شادی کنند وقتی که من فرو غلطم. ولیکن من به احسان تو توکل می نمایم، دلم در نجات تو شادی می کند. در شأن خداوند سرود می خوانم، زیرا که او به من توجه نموده است. کتاب زبور ترانه 13. ناکسی شریران. وعده خلاصی به برگزیدگان. برای سردار مغنیان ترانه داوود. ناکس در دل خود گفت خدا نیست. آنها فاسد شدند، کارهای زشت کردند، نیکوکار نیست. خداوند از آسمان به بنی آدم نظر انداخت تا ببیند که آیا کسی صاحب فهم و طالب خدا هست؟ همه روی تافتند، با همدیگر فاسق شدند. نیکوکار نیست، یک نفر هم نیست. آیا همه بدکرداران فهم نمی کنند که قوم مرا می خورند چنان که نان می خورند؟ خداوند را نخواندند. آن وقت سخت هراسان شدند، زیرا که خداوند در نسل عادلان ظاهر گردیده است. شما رای حلیمان را تمسخر کردید، اما خداوند پشتیبان آنهاست. کاش که نجات اسرائیل از سیان به عمل آید. وقتی که خداوند اسیران قوم خود را برگرداند، یعقوب خرسند و اسرائیل شاد خواهد شد. کتاب زبور ترانه 14. نیکوکاری برگزیدگان. ترانه داوود. خداوندا، کیست که در خیمه تو اقامت نماید؟ کیست که در کوه مقدس تو ساکن شود؟ کسی که در رفتارش بی‌عیب باشد و از روی عدالت عمل کند و در دل خود راستگوی باشد، با زبان خود بهتان نزند، به یار خود بدی نکند و اقربای خود را تحقیر ننماید. منفور در نظرش رذیل باشد، ولیکن ترسگاران خداوند را عزت کند. قسمش به ضرر خودش باشد هم آن را تغییر ندهد. پول خود را به فایده ندهد و بر ضد بیگناه رشوه نگیرد. کسی که چنین رفتار میکند تا ابد فرو نخواهد غلطید. کتاب زبور ترانه 15. دعای داوود درباره آنکه خداوند او را در میان برگزیدگان محفوظ دارد و سزاوار حیات جاودانی گرداند. سرود داوود. مرا نگهبانی نما ای خدا،
زیرا که به تو پناه میبرم. و خداوند گفتم تو خداوند من هستی، نیکویی برای من جز از تو نیست. و مقدسان نیست که در مملکت هستند و به نیرومندان تمام اشتیاق من در آنهاست. کلفت‌های آنهایی که خدای دیگری را میپرستند افزون خواهد شد. قربانی‌های ریختنی خونین آنها را نخواهم ریخت و نام‌های آنها را به زبان نخواهم آورد. خداوند حصه نصیبه من و کاسه من است. تو قرعه مرا نگاه داشته ای. مرزهای من به مقام‌های خوش افتاده است و میراث زیبای به من رسیده است. خداوند را مبارک می‌خوانم که او مرا هدایت نموده است. شب‌ها نیز باطنم مرا می‌آموزد. همیشه خداوند را پیش نظر خود می‌بینم، زیرا که او به یمین من است. فرو نخواهم غلطید. و این سبب دلم شاد شد و روحم به وجد آمد. جسمم نیز در آسودگی ساکن خواهد شد. زیرا که تو جان مرا در دوزخ نخواهی انداخت، نخواهی گذاشت که قدوس تو فنا را ببیند. طریق حیات را به من بیاموز. کمال شادی ها به حضور توست و خوشی ها به یمین توست تا ابد. کتاب زبور ترانه 16. دعا درباره خلاصی دادن از دشمنان. دعای داوود. ای خداوند، عدالت را بشنو، تضرع مرا اجابت نما. به دعای من که از لبان بیمکر بیرون می آید گوش انداز. بگذار حکمنامه من از حضور تو برآید. چشمان تو راست بین است. دلم را امتحان کردی، شبانه توقع نمودی، مرا آزمودی و چیزی نیافتی. اندیشه بدی ندارم که به زبان آورده نتوانم. در عملیات انسانی موافق کلام لبان تو خود را از راه‌های ظالم نگاه داشتم. قدم‌هایم را در راه‌های خود قایم گردان تا که پای‌هایم نلغزد. من تو را می‌خوانم زیرا که تو ای خدا مرا اجابت می‌نمایی. گوش خود را سوی من خم نما و سخنم را بشنو. احسان‌های عجایب خود را بنما. ای نجات دهنده پناهبران از آنهایی که بر ضد یمین تو قیام می‌کنند. همچون گوهره که چشم را نگهبانی نما. در سایه بالهای خود مرا پنهان بکن. از شریرانی که به من ستم می‌کنند، از دشمنان قصد جانم که مرا احاطه می‌نمایند. امعایشان چربو بسته، دهانشان سخنان مغرورانه می‌گوید. در هر قدممان الحال مرا احاطه می‌کنند. چشمان خود را دوختند تا که مرا به زمین غلطانند. وی مثل شیر است که به دریدن حریص باشد و مثل شیر جوان است که در کمینگاه نشسته باشد. برخیز ای خداوند، از وی پیش دستی کرده و را مغلوب نما. جانم را از شریر با شمشیرت برهان. یعنی از سفیلان با دست خود ای خداوند، از سفیلان دنیا که از این زندگی بهره‌مندند و گنجینه تو شکم آنها را پر می‌کند. فرزندهاشان نیز سیر شده، بقیه آن را به بچگان خود می‌مانند. من در عدالت روی تو را خواهم دید، چون بیدار شوم از صورت تو سیر خواهم شد. کتاب زبور ترانه 17. سرود حمد و ثنا در شأن خدا که نجات دهنده از همه دشمنان می باشد. برای سردار مغنیان. سرود بنده خداوند داوود که سخنان این سرود را به خداوند گفت در روزی که خداوند او را از پنجه همه دشمنانش و از دست شاول خلاص کرد و او گفت: تو را ای خداوند، ای قوت من دوست می دارم. خداوند صخره من است و قلعه من و رها کننده من. خدای من کوهپاره من است، به او پناه می برم. او سپر من است و شاخ نجات من و پناهگاه من. خداوند را ممدوح خواهم خواند و از دشمنانم نجات خواهم یافت. کمندهای ممات بر من پیچیده بود و سیلابهای مهلک مرا به هراس انداخته بود. عذابهای گور مرا احاطه کرده بود. دامهای ممات پیش راه مرا گرفته بود.
در تنگی خود خداوند را خواندم و به خدای خود استغاثه بردم. آوازم را از قصر خود شنید و استغاثه‌ای که پیش او بردم به گوشش رسید. و زمین به زلزله و رعشه آمد و پایه های کوه بلرزید و بجنبید، زیرا که او در غضب شد. از دماغ او دود برآمد و از دهانش آتش عالمسوز، اخگرهای سوزان از او پیدا شد و آسمان را خمانیده نزول کرد و ابر سیاه زیر پایهای او بود و بر کروبی سوار شده پرید و بر بالهای باد پرواز کرد. تاریکی را پرده خود، خیمه گرداگردی خود بساخت که تاریکی آبها و ابرهای آسمان بود. از درخشانی پیش او ابرهایش می شتافتند با ژاله و اخگرهای آتش. و خداوند در آسمان گلدرا زد و حق تعالی آواز خود را بداد با ژاله و اخگرهای آتش. و تیرهای خود را فرستاده آنها را پراکنده نمود و برخا انداخته آنها را هراسان کرد و مجراهای آب نمودار شد و پایه های دنیا از عتاب تو ای خداوند، از وزش باد دماغ تو آشکار گردید. از افراز دست یاری دراز کرده مرا برگرفت، از آبهای بسیار مرا بیرون کشید. از دشمنی پرزورم و از بدخواهانم که از من تواناتر بودند مرا خلاص کرد. در روز مصیبتم بر من پیش دستی کردند، ولیکن خداوند متکای من بود و مرا به وسعت آباد برآورد، مرا رها کرد، زیرا که حسن توجه او بر من است. خداوند از روی عدالتم مرا مکافات کرد، موافق پاکی دستهایم به من پاداش داد، زیرا که راههای خداوند را نگاه داشتم و از پیش خدای خود به شرارت داده نشدم. زیرا که همه دستورهای او پیش نظر من است و فرایض او را از خودم دور نکردم و پیش او بی عیب بودم و حذر می نمودم که گناه نکنم. و خداوند از روی عدالتم موافق پاکی دستهایم پیش چشمان او به من پاداش داد. با نیکوکار تو نیکوکارانه رفتار میکنی، با مردی راستدل راستدلانه، با پاکدل پاکدلانه و با کجرو کجروانه. زیرا که تو مردم حلیم را نجات میدهی و چشمان هوا بلند را پست میکنی. زیرا که تو ای خداوند چراغ مرا در میگیرانی، خدای من تاریکی مرا روشن میکند. زیرا که با تو به قشون تاخت می آورم و با خدای خود از حصارها جسته می گذرم. طریق خدا کامل است، سخن خداوند پاکیزه است. او برای همه پناهبران خود سپر است. زیرا کیست خدا جز از خداوند و کیست کوه پاره غیر از خدای ما؟ خدا کمری مرا به قوت می بندد و راه مرا راست می گرداند. پایه های مرا مثل آهوان می گرداند و بر بلندی هایم مرا به پا می خیزاند. دست های مرا جنگ می آموزد و بازوانم کمانی مسین را عهده کرده می تواند. و سپری نجات خود را به من عطا فرموده ای و یمین تو مرا دستگیری می کند و حلم تو مرا بزرگ می گرداند. قدم مرا زیر من وسعت می دهی و پای هایم نمی لغزد. دشمنانم را تعقیب می نمایم و به آنها رفته می رسم و تا آنها را محو نکنم بر نمی گردم. آنها را زده پخش می کنم و آنها خسته نمی توانند. زیر پای های من می افتند. زیرا که کمری مرا برای حرب و ضرب و قوت بسته ای و مخالفانم را زیر پایم انداخته ای. دشمنانم را در گریز انداخته ای و من بدخواهانم را محو می کنم. آنها استغاثه می برند ولیکن نجات دهنده نیست. خداوند را می خوانند اما او آنها را اجابت نمی کند. آنها را چون غبار پیش باد ساییده پاش می دهم، چون لای کوچه ها آنها را پایمال می کنم. مرا از جنگ و جدال قوم رها کرده ای، سری خلقها گردانده ای، قومی که نمی شناختمش و من خدمت می کند. فقط آوازه مرا شنیده به من تابع می شوند. اهل غیر به من تملق می گویند. اهل غیر پژمرده حال می شوند.
و از استحکامات خود با ترس و لرز می برآیند. خداوند حی است و کوهپاره من مبارک است و خدای نجات من سرافراز باد. خدایی که انتقام مرا می گیرد و قومها را زیر دست من می گرداند. مرا از دشمنانم رها کرده ای، از مخالفانم بلند برداشته ای، از ظالم خلاصی داده ای. بنابراین تو را ای خداوند در میان خلقها حمد و ثنا خواهم گفت و اسم تو را خواهم سرایید. او به پادشاه خود ظفرهای بزرگ می بخشد و به مسیح خود احسان می کند، یعنی به داوود و به ذریات وی تا ابد. کتاب زبور ترانه 18. تمام دنیا جلال، کبریا و عدالت خدا را اعلان می نماید. برای سردار مغنیان ترانه داوود. آسمان ها جلال خدا را اعلان می کنند و فلک از عملی دستهای او خبر می دهد. روز با روز سخن می گوید و شب با شب فکر اظهار می کند. نه گفتار است نه سخن، آواز آنها به گوش نمی رسد. صدای آنها به تمام زمین می رود و کلام آنها تا اقصای دنیا. در آنها او برای آفتاب خیمه برپا نموده است و آن مثل داماد از حجله خود بیرون می آید. مثل پهلوان از طی کردن راهش شاد می شود. برآمدن آن از یک کنار آسمان است و گردش آن تا کنار دیگر است و هیچ چیز از گرمی آن پنهان نیست. تورات خداوند کامل است، به کس جان می بخشد. شهادت خداوند با اعتماد است، نادان را دانا می گرداند. فرمودهای خداوند حق است، دل را شاد می کند. احکام خداوند روشن است، چشم را منور می سازد. ترس خداوند پاک است تا ابد می ماند. دستورهای خداوند راست است، همش حقانی است. از طلا و از زر خالص بسیار مرغوب تر است و از عسل و قطره های شیره آروخانه شیرین تر است. بنده تو نیز در آنها احتیاط می شود، در رعایت آنها پاداش بزرگ هست. کیست که سهوها را فهمیده تواند؟ مرا از خطاهای پوشیدم پاک نما. از بدقصدان نیز بنده خود را نگاه دار تا که بر من حکم فرما نشوند. آنگاه من بی عیب و از جنایت عظیم پاک خواهم بود. بگذار سخنان دهانم و اندیشه دلم پسندیده تو باشد، ای خداوند که کوهپاره من و رها کننده من هستی. کتاب زبور ترانه 19. دعا درباره برکت. برای سردار مغنیان ترانه داوود. بگذار تو را خداوند در روز تنگی اجابت نماید. اسم خدای یعقوب پناهگاه تو باشد. از قدس به تو مدد فرستد و از سیان به تو یاوری نماید. همه هدیه های تو را به یاد آورد و قربانی سوختنی تو را با رضامندی قبول کند. سیلا. بگذار مراد دلت را به تو عطا فرماید و همه نقشه هایت را به اجرا رساند. به نجات تو ترنم می نماییم و به اسم خدای خود بیرق می برداریم. خداوند همه طلب هایت را به اجرا رساند. حالا دانستم که خداوند مسیح خود را نجات می دهد. از افلاک قدس خود با قدرت نجات بخش یمین خود او را اجابت می نماید. بعضی ها عرابه ها را و بعضی ها اسب ها را، ولی ما اسم خداوند خدای خود را ذکر می نماییم. آنها مغلوب شده افتادند، ولی ما برخاسته راست ایستاده ایم. خداوند پادشاه را نجات ده و در روزی که بخوانیم ما را اجابت نما. کتاب زبور ترانه 20. دعای شکرانه برای نجات. برای سردار مغنیان ترانه داوود. خداوندا از قوت تو پادشاه خرسندی می کند و از نجات تو بسیار شاد می شود. مراد دلش را به او عطا فرموده ای و طلبهای لبانش را رد نکرده ای. سیلا. زیرا که او را با برکتهای خیرخواهی پیشواز گرفته ای، تاج از زر خالص بر سر او گذاشته ای. از تو حیات پرسید، به او عمر دراز بخشیده ای تا ابد.
جلال او در نجات تو بزرگ است. شکوه و شفقت بر او آورده ای. زیرا که برکت ها تا ابد بر او نهاده ای. با شادی روی خود او را شاد کرده ای. زیرا که پادشاه به خداوند توکل میکند و با احسان حق تعالی فرو نخواهد غلطید. دست تو همه دشمنانت را خواهد یافت. یمین تو بدخواهانت را خواهد یافت. در وقت خشم خود آنها را مثل تنور آتش خواهی کرد. خداوند در غضب خود آنها را فرو خواهد برد و آتش آنها را خواهد خورد. ثمر آنها را از زمین محو خواهی کرد و ذریات آنها را از میان بنی آدم. وقتی که آنها قصد بدی بر تو کردند و دسیسه ها اندیشیدند، آن را نتوانستند به عمل آورند. آنها را وادار خواهی کرد که پشت گردانند. زههای کمان خود را بر روی آنها خواهی کشید. در قوت خود ای خداوند سرافراز باش. قدرت تو را ترنم خواهیم کرد و خواهیم سرایید. کتاب زبور ترانه 21. ترانه پیغمبرانه داوود درباره عذاب و عقوبت عیسی. جلال او و درباره خدمت ابدی برگزیدگان برای او. برای سردار مغنیان. در شأن صفق صبح. ترانه داوود. خدای من، چرا مرا ترک کرده ای؟ از نجاتم و از سخنان فغانم دور هستی. ای خدای من، روزانه میخوانم و مرا اجابت نمی کنی، شبانه نیز و مرا آرامی نیست. ولی تو ای قدوس بر حمد و ثناهای اسرائیل نشسته ای. پدران ما به تو توکل میکردند و آنها را رهایی میدادی. سوی تو فریاد میکشیدند و خلاصی میافتند. و تو توکل میکردند و خجل نمیشدند. ولیکن من کیرم هستم و نه آدمی زاد. ننگ مردمان هستم و نفرت زده قوم. هر کی مرا بیند تمسخر میکند، لب میکشایند، سر میجنبانند. به خداوند توکل کرده بود او را رها کند. اگر دل خواهش باشد او را نجات دهد. اما تو مرا از شکم بیرون آورده ای. بر پیستان مادرم ایمن داشته ای. از بطن بر تو پرتافته شدم. از شکم مادرم تو خدای من هستی. از من دور نباش زیرا که تنگی نزدیک است و مددگار نیست. گاوان بسیار مرا احاطه کردند. گاومیشان باشان دور مرا گرفتند. دهان خود را بر من باز کردند. مثل شیری که می‌درد و نعره می‌زند. مثل آب پاش خوردم. همه استخوان‌هایم از هم جدا شده است. دلم چون موم گردیده اندرون امعایم گداخته شده است. قوتم مثل سفال خشکیده است. زبانم به کامم چسبیده است و مرا بر خاک ممات نهاده ای. زیرا که سگان مرا احاطه کردند. توده بدکشان گرد مرا همچون شیر گرفته دستها و پایهایم را مجروح کردند. همه استخوان‌هایم را می شمارم، لیکن آنها تماشا کنان از من نقار می گیرند. سر و لباس مرا در میان خود تقسیم می کنند و بر پیرهن من قرعه می پرتایند. ولیکن تو ای خداوند دور نباش، ای قوت من، و مدد من شتاب کن. جانم را از شمشیر خلاص کن، یگانه‌ام را از دست سگان. مرا از دهان شیر نجات ده و اجابت نموده، از شاخهای گاوان وحشی خلاص کن. اسم تو را به برادرانم شهرت خواهم داد، در میان جماعت تو را مدح خواهم کرد. ای ترسگاران خدا او را مدح کنید. ای تمام نسل یعقوب او را جلال دید. و ای تمام نسل اسرائیل از او ترسان باشید. زیرا که او مظلومیت کمبغل را حقیر و خوار نمی شمارد و روی خود را از وی پنهان نداشت، بلکه چون سوی او استغاثه برد و را اجابت نمود. حمد و ثنای من در جماعت بزرگ است. نظرهایم را پیش ترسگاران او ادا خواهم کرد. بگذار حلیمان بخورند و سیر شوند.
طالبان خداوند او را مدح کنند. دلهای شما تا ابد زنده باد. تمام اقصای زمین خداوند را ذکر نموده سوی او رجوع خواهند کرد و همه قبیله های خلقها پیش تو سجده خواهند کرد، زیرا که سلطنت از آن خداوند است و او بر خلقها حکم فرماست. همه تنومندان زمین خورده سجده خواهند کرد. هر کی به خاک می فراید و جان خود را زنده کرده نمی تواند، پیش او زانو خواهد زد. ذریاتشان او را عبادت خواهند نمود. کارنامه های خداوند را به نسل بعدینه روایت خواهند کرد. آنها آمده عدالت او را که به عمل آورده است و قومی که تولد خواهد شد نقل خواهند کرد. کتاب زبور ترانه 22. فیض خدا و مرحمت همیشه همراه برگزیدگان می باشد. ترانه داوود. خداوند چوپان من است، به هیچ چیز محتاج نخواهم شد. در چراگاه های سرعلف مرا می خواباند، سوی آبهای راحت افزا مرا می برد. جانم را قوت می بخشد، به خاطر اسم خود مرا به راههای عدالت روانه می کند. در وادی ظلمات راه روم هم از بدی نمی ترسم، چون که تو با من هستی. عصا و چوب دست تو مرا تسلی می دهد. سفره برای من پیش نظر خصمهایم انداخته ای، با روغن سرم را تدهین نموده ای. کاسه من لبریز است. پس نیکویی و احسان تمام ایام عمرم با من همراهی خواهند کرد و من مدتی دور و دراز در خانه خداوند ساکن خواهم بود. کتاب زبور ترانه 23. تمام دنیا از آن خداوند است. ترانه داوود. زمین و هر چی در آن است، دنیا و ساکنان آن از آن خداوند است. زیرا که او آن را بر بحرها بنیاد کرده است و بر دریاها برقرار نموده است. کیست که به کوی خداوند برآید و کیست که در مقام مقدس او بایستد؟ کسی پاکیزه دست و پاک دل که جانش به آرزوهای بیهوده نگرانیده نشده باشد و قسم دروغ نخورده باشد. برکت از خداوند و خیر از خدای نجات دهنده خود خواهد یافت. این است نسل طالبان او. طالبان روی تو ای خدای یعقوب. سیلا. ای دروازه ها سرهای خود را بلند کنید و ای درهای قدیم برداشته شوید. پادشاه جلال می آید. کیست این پادشاه جلال؟ خداوند قادر و جبار، خداوندی که در جنگ جبار است. ای دروازه ها سرهای خود را بلند کنید و ای درهای قدیم برداشته شوید. پادشاه جلال می آید. کیست او این پادشاه جلال؟ خداوند لشکر هاست که او پادشاه جلال است. سیلا. کتاب زبور ترانه 24. دعا درباره راههای راستی خدا و درباره مرحمت به برگزیدگان. ترانه داوود. سوی تو ای خداوند جانم را بلند می کنم. ای خدای من به تو توکل کردم، خجل نخواهم شد. دشمنانم بر من تنتنه نخواهند کرد. همه امیدواران تو نیز خجل نخواهند شد. آنهایی که به سبب خیانت می کنند خجل خواهند شد. راههای خود را ای خداوند به من معلوم نما. طریقهای خود را به من تعلیم ده. براستی خود مرا هدایت نما و مرا تعلیم ده، زیرا که تو خدای نجات من هستی. هر روز به تو امیدوارم. خداوندا مرحمت ها و احسان های خود را به یاد آر، زیرا که آنها از ازل بودند. خطاهای جوانی و جنایت های مرا به یاد نار. از روی احسان خود تو مرا یاد کن، به خاطر مهربانی خود ای خداوند. خداوند نیکو و راستکار است، بنابراین به خطاکاران راه نشان می دهد. حلیمان را به راه انصاف می اندازد و به حلیمان طریق خود را تعلیم می دهد. همه راههای خداوند مرحمت و راستی است برای آنهایی که عهد او و شهادات او را رعایت می کنند.
به خاطر اسم خود ای خداوند گناه مرا بیامرز گرچنده که بزرگ است. کیست آن کسی که از خداوند می ترسد و را او به راهی که انتخاب نموده است هدایت خواهد کرد؟ جان وی در نیکی ساکن خواهد شد و ذریات وی وارث زمین خواهند بود. سری خداوند با ترسگاران اوست و عهد خود را به آنها معلوم می کند. چشمانم همیشه سوی خداوند است، زیرا که او پایهای مرا از دام بیرون می آورد. به من لطف نما و به من مرحمت نما، زیرا که تنها و مسکین هستم. غصه های دلم افزوده است، مرا از مصیبت هایم بیرون آر. به مسکینی و عذاب من نظر کن و همه خطاهایم را بیامرز. به دشمنانم نظر انداز که چقدر بسیار شدند و چگونه کینه شدید به من می‌ورزند. جانم را محافظت نما و مرا خلاصی ده تا خجل نشوم، زیرا که به تو پناه بردم. بگذار بی‌عیبی و راستکاری نگهبان من باشد، زیرا که به تو امید می‌بندم. اسرائیل را ای خداوند از همه تنگی های وی رهایی ده. کتاب زبور ترانه 25. دعا درباره نجات دادن بیگناهان. ترانه داوود. مرا در داوری حمایت نما ای خداوند، زیرا که من در بی‌عیبی خود رفتار کردم و به خداوند توکل نمودم، پس پیشپا نخواهم خورد. مرا امتحان نما ای خداوند و مرا بیازمای، باطنم و دلم را بگداز. زیرا که احسان تو پیش نظر من است و در راستی تو رفتار کردم. با مردمی کج رفتار ننشستم و با ریاکاران نخواهم رفت. از جماعت بدکشان نفرت دارم و با شریران نخواهم نشست. کفهایم را به پاکی خواهم شست و گرد قربانگاه تو ای خداوند خواهم گشت، تا که آواز شکرانه خود را بشنوانم و همه کارهای عجایب تو را نقل نمایم. خداوندا، مکان خانه تو را دوست می دارم و مقام مسکن جلال تو را. جانم را با خطاکاران و حیاتم را با خونخوران نابود نکن، که در دستهاشان فسق و فجور است و یمینشان پر از رشوه. ولیکن من در بی‌عیبی خود رفتار می کنم، مرا رهایی ده و به من مرحمت نما. پایم در جای هموار ایستاده است، در جمامتها خداوند را مبارک خواهم خواند. کتاب زبور ترانه 26. امیدواران خداوند از دشمنان نمی ترسند. ترانه داوود. خداوند نور من و نجات من است، از کی ترسان باشم؟ خداوند استحکام جان من است، از کی هراسان باشم؟ وقتی که بدکشان به من نزدیک شدند تا که گوشت مرا بخورند، عدویانم و دشمنانم خودشان ناکام شده افتادند. اگر در محاصره دشمن بمانم دلم نخواهد ترسید. اگر بر ضد من کارزار برپا شود، در آن صورت نیز توکل خواهم کرد. یک چیز را از خداوند پرسیدم و آن را خواهم طلبید، که تمام ایام عمر خود در خانه خداوند ساکن باشم. شفقت خداوند را مشاهده نمایم و در قصر او نظارت کنم. زیرا که مرا در روز تیره در خیمه خود پنهان خواهد داشت، در پناه خیرگاه خود رست خواهد کرد، بر کوه پاره بلند خواهد برداشت. و الحال سرم بر دشمنانم که گرد مرا گرفتند بلند خواهد شد و در خیمه او قربانی های شادیانه خواهم آورد. در شأن خداوند سرود خواهم خواند و او را خواهم سرایید. خداوندا، مرا که با آواز خود میخوانم بشنو و به من مرحمت نما و مرا اجابت بکن. دلم از جانب تو میگوید جویای روی من باشد و من ای خداوند جویای روی تو خواهم بود. روی خود را از من پنهان ندار
بنده خود را در غضبت نپرتای. تو مددگار من بودی، مرا رد نکن و ترک نکن. ای خدای نجات من، زیرا که پدر و مادرم مرا ترک کردند، ولی خداوند مرا پذیرایی می نماید. طریق خود را ای خداوند به من تعلیم ده و مرا برخلاف اراده بدخواهانم به راه راست انداز. مرا به دست عدویانم نسپار، زیرا که شاهدان کاذب و بدخواهان بر من قیام کردند. لیکن اعتقاد داشتم که لطف خداوند را در زمین زنده ها خواهم دید. به خداوند امیدوار باش، متین باش و دلت قوی خواهد شد. به خداوند امیدوار باش. کتاب زبور ترانه 27. دعا درباره مدد خدا و شکرانه برای مرحمت او. ترانه داوود. سوی تو ای خداوند میخوانم، ای کوهپاره من، از پیشم خاموش نگذر. مبادا از پیشم خاموش گذری و من مثل فرو روندگان گور گردم. آواز زاری های مرا بشنو وقتی که سوی تو استغاثه میبرم و دست های خود را سوی حرم مقدس تو میبردارم. مرا با شریران و بدکرداران محو نکن که با یارانشان درباره صلح و آسایشتگی سخن میرانند، ولی بدی در دل دارند. با آنها موافق کارهاشان، موافق کردارهای بدشان مکافات ده. موافق اعمال دستهاشان به آنها پاداش ده. سزایشان را به آنها برگردان. از بس که به کارنامه های خدا و به اعمال دستهای او دقت نمی دهند، آنها را خراب خواهد کرد و بینا نخواهد نمود. خداوند مبارک است، زیرا که آواز زاری های مرا شنیده است. خداوند قوت من و سپر من است. دلم به او توکل نمود و من مدد یافتم و دلم شاد شد. و او را با سرود خود حمد خواهم گفت. خداوند قوت قوم خود و استحکام نجات مسیح خود می باشد. قوم خود را نجات ده و میراث خود را برکت فرما. آنها را چوپانی بکن و برافراز تا ابد. کتاب زبور ترانه 28. کبریای خدا در رعد و برق است. ترانه داوود. خداوند را وصف گوید ای فرزندان خدا. در شأن خداوند وصف جلال و قوت را بگوید. در شأن خداوند وصف جلال اسم او را بگوید. با خداوند در شفقت قدسیت سجده کنید. آواز خداوند بر آب هاست. خدای جلال گلدراس میزند. خداوند بالای آبهای بسیار است. آواز خداوند پر قوت است. آواز خداوند پر شکوه است. آواز خداوند ارزها را می شکند. خداوند ارزهای لبنان را می شکند و آنها را مثل گوساله می رقصاند. لبنان و سیرون را مثل بچه گاو وحشی. آواز خداوند زبانه های آتش را چقماق می زناند. آواز خداوند بیابان را می لرزاند. خداوند بیابان قادش را می لرزاند. آواز خداوند آهویان را به درد زایش می اندازد و جنگل ها را برهنه می کند. و در قصر او همه جلال را به زبان می آورند. خداوند بر طوفان نشسته بود و خداوند بر تخت پادشاهی خواهد نشست تا ابد. خداوند قوم خود را قوت خواهد بخشید. خداوند به قوم خود در راه صلح و آسایشتگی برکت خواهد خواست. کتاب زبور ترانه 29. شکرانه برای نجات دادن حیات. ترانه داوود. سرود تقدیس خانه. تو را ای خداوند تکبیر می نمایم، زیرا که مرا رها کردی و دشمنانم را بر من شادکام نگرداندی. خداوندا خدای من، سوی تو استغاثه بردم و مرا شفا دادی. خداوندا جانم را از دوزخ برآوردی، مرا زنده کردی تا که به قبر فرود نآیم. خداوند را بسرایید ای پارسایان او و ذکر قدسیت او را حمد گوید.
زیرا که غضب او یک لحظه است و حسن توجه او در ظرف یک زندگانی. بیگاهی گریه مسکن می گیرد ولیکن پگاهی شادمانی. و من در نیکروزی خود می گفتم هرگز فرو نخواهم غلطید. خداوندا، با حسن توجه خود کوه مرا قوت بخشیده ای. اما چون روی خود را پنهان کردی هراسان شدم. سوی تو ای خداوند می خوانم و پیش خداوند خود زاری می کنم. از خون من چی فایده وقتی که به گور فرود آیم؟ آیا خاک تو را شکرانه می گوید؟ آیا راستی تو را به زبان می آورد؟ بشنو خداوند و به من مرحمت نما. خداوندا مددگار من باش. ماتمم را برای من به رقص مبدل کرده ای. پلاسم را کشیده کمرم را به شادی بسته ای تا که نفسم تو را بسراید و خاموش نشود. خداوندا خدای من، تو را حمد خواهم گفت تا ابد. کتاب زبور ترانه سیوم. امیدواران خداوند خجل نمی شوند. برای سردار مغنیان ترانه داوود. به تو ای خداوند پناه بردم هرگز خجل نخواهم شد. از روی عدالت خود مرا رهایی ده. گوش خود را سوی من خم نما. به زودی مرا خلاصی ده. برای من کوهپاره قوی و خانه پناه باش تا که مرا نجات دهی. زیرا که صخره و قلعه من تو هستی و به خاطر اسم خود مرا هادی و رهنما باش. مرا از دامی که برای من پنهان کردند بیرون آر، زیرا که تو استحکام من هستی. روح خود را به دست تو می سپارم. تو ای خداوند ای خدای راستی مرا رهایی داده ای. از پیروان بت‌های بیکاره نفرت دارم و من به خداوند توکل می کنم. به احسان تو شادی و خرسندی می کنم چون که مصیبت مرا دیده ای، غصه های جانم را دانسته ای و مرا به دست دشمن نسپرده ای. پایهایم را در وسعت آباد استانیده ای. و من مرحمت نما ای خداوند زیرا که به تنگ آمدم. چشمم از کلفت خسته شده است، جانم و جسمم نیز. زیرا که حیاتم از اندوه و سالهایم از آه و فغان ادا شده است. از گناه من قوتم ضعیف و استخوانهایم خشک شده است. از دست همه خصمهای خود برای همسایه‌هایم خیلی ننگین و برای آشناهایم واهمناک گردیدم. هر کی مرا در کوچه بیند از من می گریزد. مانند مرده از دلها فراموش شدم. مثل ظرف شکسته گردیدم. زیرا که ملامت کسان بسیار را می شنوم، در گرد و پیشم دهشت است. چون که آنها بر ضد من مصلحت را به یک جا می مانند و فکر گرفتن جانم افتادند. ولیکن من به تو ای خداوند توکل می کنم. من می گویم خدای من تو هستی. تقدیر من در دست توست. مرا از دست دشمنانم و تعقیب کنندگانم خلاصی ده. روی خود را به بنده خود منور نما. با احسان خود مرا نجات ده. خداوندا، من خجل نخواهم شد چون که تو را خواندم. لیکن شریران خجل خواهند شد. در دوزخ لب فرو خواهند بست. زبانهای دروغگوی لال خواهند شد که با غرور و تمسخر در حق عادل بدگویی میکنند. چقدر فراوان است مهربانی تو که برای ترسگاران خود نگاه داشته ای و برای پناهبران خود پیش نظر بنی آدم به عمل آورده ای. آنها را در پناه روی خود از دسیسه های مردم پنهان می داری. آنها را از مناقشه زبانها در خیمه رست می کنی. مبارک از خداوند که احسان عجایب خود را در شهر محاصره شده به من ظاهر کرد. ولیکن من در مایوسی خود گفتم که از نظر تو رد شدم. اما وقتی که سوی تو استغاثه بردم، آواز زاری هایم را شنیدی. خداوند را دوست دارید ای همه پارسایان او. امینان را خداوند حفظ می نماید و مغروران را سزای برزیاد می دهد. متین باشید و دلتان قوی خواهد شد ای همه امیدواران خداوند.
کتاب زبور ترانه 31. خوشبختی گناهکاری که توبه کرده است و آمرزیده شده است. سرود تعلیمی داوود. خوشا کسی که جنایت‌هایش آمرزیده و خطاهایش پوشیده شده است. خوشا کسی که خداوند گناه ورا به حساب نمی آورد و در روح وی حیله‌گری نیست. وقتی که خاموش بودم، استخوان‌هایم از فیغان هر روزه من می‌پوسید. زیرا که روز و شب دست تو بر من فشار می آورد، ایلی که من به خشکی تابستان مبدل شده است. سیلا. خطایم را به تو معلوم کردم و گناهم را پنهان نداشتم. گفتم به جنایت‌هایم پیش خداوند اقرار می شوم و تو عیب خطایم را عفو کرده ای. سیلا. بنابراین هر پارسا در وقت اجابت پیش تو دعا خواهد گفت و در آن صورت جریان آب‌های بسیار به وی نخواهد رسید. تو پناهگاه من هستی، مرا از تنگی حفظ میکنی، مرا با ترانه‌های خلاصی احاطه مینمایی. سیلا. من تو را تعلیم خواهم داد و به راهی که باید بروی هدایت خواهم کرد. تو را نصیحت خواهم داد، چشمم بر توست. مثل اسب، مثل خچیر بفهم نباشید که آنها را سلوک و جلو میزنند، که این زینت برای نگاه داشتن آنهاست وگرنه نزدیک تو نخواهند آمد. شریر غم و غصه زیاد دارد، اما کسی که به خداوند توکل می نماید، احسان او را احاطه خواهد کرد. در خداوند شادی و خرسندی کنید ای عادلان و ترنم نمایید ای همه راستدلان. کتاب زبور ترانه 32. مدح در شأن خدای قادر. در خداوند ای عادلان ترنم نمایید. حمد و ثنا گفتند راستکاران را میزیبد. خداوند را با باربد حمد گویید، با عود 10 تار او را بسرایید. سرود نو در شأن او بخوانید، با بانگ شادی نیکو بنوازید. زیرا که کلام خداوند درست است و تمام اعمال او حق است و راست. او عدل و انصاف را دوست می دارد. جهان از احسان خداوند پر است. با کلام خداوند آسمان ها آفریده شده است و با دم دهان او همه لشکرهای آنها. او آبهای بحر را مثل مشک جمع کرده است، ورطه‌ها را در خزائن گذاشته است. بگذار تمام اهل زمین از خدا ترسان باشند، همه ساکنان دنیا از او هراسان شوند. زیرا که او گفت و اجرا شد، او امر کرد و قایم گردید. خداوند مشورت خلقها را باطل می کند و اندیشه های قومها مانع می شود. مشورت خداوند قایم است تا ابد، اندیشه های دل او تا ابدالدهر. خوشا خلقی که خداوند خدای وی است و قومی که او ورا برای میراث خود برگزیده است. از آسمان خداوند نگاه می کند، تمام بنی آدم را می بیند. از نشیمنگاه خود به همه ساکنان زمین نظر می اندازد. دلهای آنها را تنها خودش به وجود آورده است و تمام اعمالشان را می فهمد. پادشاه با سپاه بزرگ نجات نخواهد یافت. پهلوان با قوت بزرگ خلاص نخواهد شد. اسب برای نجات بی اعتماد است و با قوت بزرگش خلاصی نخواهد داد. اینک چشم خداوند بر ترسگاران اوست، بر آنهایی است که به احسان او امیدوارند، تا که جان آنها را از مردن خلاص کند و در وقت قحطی آنها را زنده ماناند. جان ما به خداوند امیدوار است، او مددگار و سپر ماست. دل ما در او شادی می کند، زیرا که به اسم قدوس او ما توکل می نماییم. احسان تو ای خداوند بر ما باد، چنان که ما به تو امید بسته ایم. کتاب زبور ترانه 33. خداوند حلیمان را نجات می دهد و بدکیشان را محو می کند. ترانه داوود وقتی که او
خلق خود را نزد ابیملک دیگرگون ساخت و از پیش وی به در رانده شد و برآمده رفت. خداوند را در هر وقت مبارک خواهم خواند. دائما حمد و ثنای او بر زبان من است. جانم با خداوند فخر میکند. حلیمان شنیده شاد خواهند شد. خداوند را با من تکبیر گوید و اسم او را یک جایه بالا بردار کنیم. خداوند را طلبیدم و مرا اجابت نمود و از همه بیمهایم مرا خلاصی داد. سوی او نگاه کردند و منور گردیدند و چهره‌هاشان خجل نشد. این مسکین بخواند و خداوند شنید و او را از همه تنگی‌هایش نجات داد. فرشته خداوند در گرد و پیش ترسگاران او حاضر است و آنها را خلاصی می دهد. بچشید و خواهید دید که خداوند نیکوست. خوشا مردی که به او پناه می برد. از خداوند ترسید ای مقدسان او، زیرا که ترسگاران او را هیچ کمی نیست. شیران جوان بینوا شدند و گرسنگی می کشند. اما طالبان خداوند را از هیچ چیز خوب کمی نخواهد بود. بیایید ای فرزندان مرا بشنوید. ترس خداوند را به شما تعلیم خواهم داد. کیست آن شخصی که حیات را خواهان است و ایام را دوست می دارد تا که نیکویی ببیند؟ زبانت را از بدی نگاه دار و لبهایت را از گفتار مکرآمیز. از بدی دور شو و نیکی بکن. طلبگار آسایشتگی شو و در پی آن باش. چشمان خداوند بر عادلان است و گوشهای او سوی استغاثه آنها. خشم خداوند به مقابل بدکاران است تا که ذکر آنها را از زمین محو نماید. وقتی که عادلان فریاد میکشند، خداوند آنها را شنیده از همه تنگی‌هاشان خلاصی می‌دهد. خداوند به دل شکستگان نزدیک است و رو افتادگان را نجات خواهد داد. مصیبت‌های عادل بسیار است ولیکن از همه آنها خداوند او را خلاصی می‌دهد. همه استخوان‌های او را نگاه می‌دارد، هیچ یکی از آنها شکسته نخواهد شد. شریر را بدی خواهد کشت و بدخواهان عادل محکوم خواهند شد. خداوند جان بندگان خود را رها خواهد کرد و هیچ کس از پناهبران او محکوم نخواهد شد. کتاب زبور ترانه 34. دعا درباره نجات دادن از دشمنان شریر. ترانه داوود. و مخالفانم ای خداوند مخالفت نما و جنگجویانم جنگ کن. سپر و جفشن بگیر و به مدد من برخیز و نیزه را بکش و پیش راه تعقیب کنندگان مرا بگیر و جانم بگوی من نجات تو هستم. بگذار طالبان جانم خجل و رسوا شوند، بداندیشانم قفا گردند و شرمنده شوند، مثل کاهریزه پیش باد باشند و فرشته خداوند آنها را براند. راهشان تاریک و لغزانک باشد و فرشته خداوند آنها را تعقیب نماید. زیرا که به سبب برای من دام خود را در حفره پنهان کردند، آن را به سبب برای جانم کندند. بگذار بر او تهلکه ناگهانی بیاید و دامی که پنهان کرده از خود او را بگیرد. در تاریکی در آن فرو غلطد، ولیکن جانم در خداوند خرسندی خواهد کرد. در نجات او شاد خواهم شد. همه استخوان‌هایم میگوید خداوندا، کیست مانند تو که کمبغل را از کسی پرزورتر از وی خلاص میکنی و کمبغل و مسکین را از غارت کننده وی؟ شاهدان بدکین برخاستند، آنچه نمیدانم از من میپرسند. به عوض نیکی به من بدی میکنند، جانم را گرفتاری بی کسی میگردانند. ولیکن من در بیماری آنها پلاس میپوشیدم، جانم را با روزه‌داری عذاب میدادم، اما بگذار دعایم به آغوشم برگردد. مثل آن که دوستم یا برادرم باشد رفتار میکردم. مثل آن که برای مادرم ماتم گرفته باشم غمگین و سرخم بودم. ولیکن وقتی که می افتادم شادی می کردند و جمع می شدند. ناکسان بر ضد من جمع می شدند.
که نمی شناختم مرا دشنام می دادند و بس نمی کردند. با مسخره بازانی ریاکار در حق من دندانهای خود را غیج راست می زناندند. خداوندا، تا به کی نگاه خواهی کرد جانم را از ستمهای آنها؟ یگانه‌ام را از شیران جوان خلاص کن. تو را در جماعت بزرگ حمد خواهم گفت، در میان قوم عظیم تو را مدح خواهم کرد. تا آنهایی که ناحق به من عداوت دارند بر من شادکامی نیابند، آنهایی که بی سبب از من نفرت دارند به همدیگر چشمگی نزنند. زیرا که نه درباره صلح و آسایشتگی سخن می‌رانند، بلکه در حق صلحجویان زمین بهتان‌های مکرآمیز می‌بافند و دهان خود را به من باز کرده می‌گویند: های های، چشم ما دید. اینها را تو ای خداوند دیده، خاموش نباش. خداوندا، از من دور نباش. برای مرافعه من، برای دعوای من از خواب خیز و بیدار شو، ای خدای من و خداوند من. مرا از روی عدالت خود در داوری حمایت نما، ای خداوند خدای من، تا که بر من شادکامی نیابند و در دل خود نگویند: های های، جان ما حضور کرد، و نگویند او را فرو بردیم. بگذار آنهایی که در مصیبت من شادی میکنند یک جای شرمنده و رسوا شوند. آنهایی که بر من تکبر می نمایند پیراهن خجالت در بر کنند. بگذار آنهایی که خواهشمند حقانیت منند شاد و خرسند شوند و دائما گویند: افزون باد کبریای خداوند که سلامتی بنده خود را خواهان است، و زبانم عدالت تو را و حمد و ثنای تو را هر روز بیان خواهد کرد. کتاب زبور ترانه 35. مدح در شأن مرحمت خدا. برای سردار مغنیان، ترانه بنده خداوند داوود. معصیت شریر اندرون دلم میگوید: ترس خدا در پیش چشم وی نیست. زیرا که وی به خودش در نظر خود تملق میگوید و برای خود گناه پیدا میکند تا که پر از عداوت گردد. سخنان زبانش تلبیس و مکر است. از رفتار عاقلانه و نیکوکاری دست کشیده است. در جاگه خود تلبیس می بافد. راه نادرست را پیش گرفته است. از بدی نفرت نمی کند. خداوندا، احسان تو تا آسمان هاست، صداقت تو تا افلاک است. عدالت تو مثل کوههای معظم است. داوری های تو ورطه بزرگ است. آدمی زاد و حیوان را تو نجات می دهی ای خداوند. چه ارجمند است احسان تو ای خدا. بنی آدم در سایه بالهای تو پناه می یابند. از روغن خانه تو سیر می شوند و از نهر شربت های خود آنها را می نوشانی. زیرا که چشمه حیات با توست، در نور تو نور را می بینیم. احسان خود را برای عارفان خود دوام ده و عدالت خود را برای راستدلان. بگذار پای غرور بر من نآید و دستی شریران مرا به در نراند. در آنجا بدکرداران افتادند، سرنگون شدند و خسته نمی توانند. کتاب زبور ترانه 36. امیدواران خداوند و حلیمان وارث زمین خواهند بود، ولی شریران و بدکشان محو خواهند شد. ترانه داوود. با بدکشان رشک نکن، از ناانصافان حسد نبر. زیرا که آنها مثل علف به زودی درویده خواهند شد و مثل سبزه پژمرده خواهند شد. با خداوند توکل نما و نیکی بکن. در زمین ساکن باش و راستی را حفظ نما. و در خداوند تسلی خواهی یافت و او مراد دلت را به تو عطا خواهد کرد. راه خود را به خداوند بسپار و به او توکل نما و او به جا خواهد آورد. و عدالت تو را مثل نور و انصاف تو را مثل نیمروز به ظهور خواهد آورد. پیش خداوند ساکت باش و به او امید بند. به کسی که راهش برار یافته است به شخصی دسیسکار رشک نکن. از خشم دست بکش و غضب را ترک نما. رشک نکن که این باعث بدکاری خواهد شد. زیرا که بدکشان محو خواهند شد، ولیکن امیدواران خداوند وارث زمین خواهند بود.
باز اندک صبر کن و شریر باقی نخواهد ماند. به مکانش نظر خواهی انداخت و اون نخواهد بود. اما حلیمان وارث زمین خواهند بود و از آسودگی بسیار لذت خواهند برد. شریر به عادل قصد بد می کند و دندانهای خود را بر او غیج راست می زناند. اما خداوند به حال وی می خندد، زیرا می بیند که روز وی می آید. شریران شمشیر برهنه می کنند و کمان خود را می کشند تا که کمبغل و مسکین را غلطانند و راستروان را قتل کنند. شمشیر آنها به دل خودشان فرو خواهد رفت و کمانهای آنها خواهد شکست. چیزی کمی عادل به از ثروت شریران بسیار، زیرا که بازوان شریران خواهد شکست ولی عادلان را خداوند تقویت می دهد. خداوند روزهای بی‌عیبان را می داند و میراث آنها تا ابد خواهد بود. در وقت مصیبت خجل نخواهند شد و در ایام قحطی سیر خواهند بود. اما شریران نیست خواهند شد و دشمنان خداوند مثل شکوه مرغزارها فنا خواهند شد، مثل دود فنا خواهند شد. شریر قرض می گیرد و ادا نمی کند ولی عادل احسان می کند و می دهد. زیرا آنهایی که او مبارک خوانده است وارث زمین خواهند بود، ولی آنهایی که او ملعون خوانده است محو خواهند شد. خداوند قدمهای مرد را برقرار می کند و بر راه وی توجه می نماید. و طوری که وی افتد هم سخت افکنده نمی شود، زیرا که خداوند دستش را می گیرد. جوان بودم و حالا پیر شدم و عادلی را ندیدم که پرتافته شده باشد و نسلش نان می پرسیده باشد. وی هر روز می بخشد و قرض می دهد و نسل وی برکت خواهند یافت. از بدی دور شو و نیکی بکن و تا ابد سکونت خواهی کرد. زیرا که خداوند انصاف را دوست می دارد و پارسایان خود را ترک نخواهد کرد. آنها تا ابد محفوظ خواهند بود و نسل شریران محو خواهند شد. عادلان وارث زمین خواهند بود و در آن تا ابد سکونت خواهند کرد. دهان عادل حکمت را بیان می کند و زبان او انصاف را افاده می نماید. شریعت خدای او در دل اوست، قدمهایش سست نخواهد شد. شریر عادل را پاییده می گردد و در پی کشتن اوست. لیکن خداوند او را به دست وی نمی سپارد و چون کارش به مرافعه آید شود، نمی گذارد که او را عیبدار کنند. و خداوند امید بند و طریق او را رعایت نما و او تو را بلند خواهد کرد تا که وارث زمین گردی. هنگام محو شدن شریران این را خواهی دید. شریر ستمگری را دیدم که مثل درخت سرشاخه سبز و خرم در یک جا چقور ریشه دوانده بود. و او گذشته رفت و اینک نیست شده است و او را جستجو کردم و یافت نشد. و به عیب نظر انداز و راستکار را ببین، زیرا که آینده به شخص صلحجو تعلق دارد. و جنایتکاران از یک سر محو خواهند شد، فرجام شریران نیست شدن است. نجات عادلان از خداوند است، در وقت تنگی او استحکام آنهاست. و خداوند به آنها مدد خواهد کرد و آنها را خلاصی خواهد داد. آنها را از شریران خلاصی خواهد داد و آنها را نجات خواهد بخشید، زیرا که آنها به او پناه میبرند. کتاب زبور ترانه 37. سرود توبه بیماران سخت. ترانه داوود برای یادآوری. خداوندا، در غضب خود مرا مذمت نکن و در خشم خود مرا جزا نده. زیرا که تیرهای تو در من فرو رفته است و دست تو بر من فرود آمده است. در جسمم از غضب تو جای صحت نیست، در استخوان‌هایم از خطای خودم سلامتی نیست. زیرا که گناهایم از سرم گذشته است، مثل باری گران از برداشتم وزنین‌تر است. از باعث بیعقلی من جراحت‌هایم بدبوی شده است، فساد کرده است. بسیار خمیده قامت و سرخم شدم، تمام روز تیره رو شده می گردم. زیرا که سورین‌هایم پر از ورم است و در جسمم جای صحت نیست. بغایت بیمدار و شلپر شدم، از درد دل خود نعره می زنم. خداوندا، تمام آرزویم پیش نظر توست و آه و فغانم از تو پوشیده نیست.
دلم می تپد، قوتم از من رفته است و نور چشمانم نیز با من نیست. دوستانم و یارانم از آفت من کنار شدند و خویشاوندانم دور ایستادند. و طالبان جانم بر من دام می‌گذارند و بدخواهانم سخنان فتنه انگیز می‌گویند و هر روز مکرها می‌اندیشند. ولیکن من مثل کر نمی‌شنوم و مثل گنگی هستم که دهانش را نمی‌گشاید. و مانند شخصی گردیدم که نمی‌شنود و در زبانش دلیلی نیست. اما به تو ای خداوند امید بستم، تو اجابت نما ای خداوند خدای من. زیرا که گفتم مبادا بر من شادکامی یابند و اگر پیش پا خورم بر من تکبر کنند. زیرا که من به افتادن نزدیک شدم و دردم همیشه در رو بروی من است. زیرا که به گناه خود اقرارم، از خطای خود غمگینم. ولیکن دشمنانم زنده و پرزورند و آنهایی که ناحق بدخواه منند بسیارند. و آنهایی که به عوضی نیکی بدی میکنند برای آن به من عداوت دارند که نیکی را پیروی می نمایم. مرا ترک نکن ای خداوند خدای من، از من دور نباش. به مدد من شتاب کن ای خداوند، ای نجات من. کتاب زبور ترانه 38. سکوت حلیمانه سبب توبه گناهکار می شود. برای سردار مغنیان یدوتون. ترانه داوود. گفتم راههای خود را احتیاط خواهم کرد تا که با زبانم خطای نکنم. به دهانم تمشق بند خواهم زد تا دمی که شریر در رو بروی من است. من گنگ و خاموش بودم، از نیکی نیز لب فرو بستم و دردم بدتر شد. دلم اندرونم علنگه زد، در فکرم آتش در گرفت، با زبان خود سخن گفتم. اجلم را ای خداوند به من معلوم کن و مقدار روزهایم را که چیست تا دانم که کی فنا می شوم. اینک روزهای مرا به قدر وجب داده‌ای و عمرم در نظر تو هیچ است. به یقین هر آدمی که متکبرانه می ایستد چیزی بیکار است. سیلا. به یقین آدمی زاد مثل شبح می گردد، بیکاره شور و غوغا می نماید، ذخیره می کند و نمی داند که آن نصیبی کی می شود. و اکنون ای خداوند من چرا امیدوار باشم؟ امیدی من بر توست. از همه جنایت هایم مرا رهایی ده، پیش نابکاران مرا خجل نکن. من گنگ شدم، دهانم را نمی کشایم، زیرا که تو این را کرده ای. آفت خود را از من دور کن، از ضربه دست تو من نابود می شوم. اگر آدمی زاد را موافق دلیل های گناه وی جزا دهی، زیبایی وی مثل آن که کویه زده باشد خراب خواهد شد. به یقین هر آدمی چیزی بیکار است. سیلا. دعای مرا بشنو ای خداوند و به استغاثه من گوش انداز. بر اشکهایم ساکت نباش، زیرا که من نزد تو غریبم و مثل همه پدرانم مهاجرم. غضب خود را از من بگردان تا کمی کشاده روی گردم، پیش از آن که بروم و دیگر نخواهم بود. کتاب زبور ترانه 39. امیدواران خداوند همیشه از جانب او نجات می‌یابند. برای سردار مغنیان ترانه داوود. به خداوند بسیار امید بستم و او سوی من رو آورد و استغاثه مرا شنید و مرا از چاه هلاکت، از باطلاق پرلای بیرون آورد و پایهایم را بر صخره گذاشت، قدمهایم را مستحکم گرداند و سرودی نو در دهانم گذاشت، حمد و ثنای خدای ما را. بسیار کسان این را دیده ترسان خواهند شد و به خداوند توکل خواهند کرد. خوشا مردی که به خداوند توکل می کند و به متکبران و پیروان کذب رو نمی آورد. کارهای زیاد تو کرده ای خداوند خدای من. کارهای عجایب و اندیشه های را که تو در حق ما ظاهر نموده ای، کیست که مانند تو باشد؟ موعظه و نقل خواهم کرد، اما شماره آنها بی نهایت بسیار است. قربانی و هدیه را تو نخواستی، گوشهای مرا واز کردی. قربانی سوختنی و قربانی خطا را طلب نکردی.
آنگاه گفتم اینک می آیم. در تومار کتاب درباره من نوشته شده است. اراده تو را ای خدای من بجا آوردن می خواهم و شریعت تو اندرون دل من است. در جماعت بزرگ از عدالت بشارت دادم، اینک لبهای خود را نخواهم بست. خداوند تو می دانی عدالت تو را اندرون دلم مخفی نداشتم، وفا و نجات تو را بیان کردم. احسان و راستی تو را از جماعت بزرگ پنهان نداشتم. تو ای خداوند مرحمت‌های خود را از من باز ندار، بگذار احسان و راستی تو همیشه مرا نگهبانی کند. زیرا که مصیبت‌های بیشمار مرا احاطه نموده است، گناهایم مرا مبتلا کرده است به طوری که قابل دیدن نیستم. آنها از موی سرم بسیار است و دلم مرا ترک کرده است. خداوندا توجه نموده مرا خلاصی ده. خداوندا به مدد من شتاب کن. بگذار آنهایی که طالب جان منند تا آن را به هلاکت رسانند، از یک سر خجل و شرمنده شوند، بدخواهانم قفا گردند و رسوا شوند. آنهایی که به من هی هی میگویند به سبب شرمندگی خود حیران شوند. همه طالبان تو در تو شادی و خرسندی کنند و دوستداران نجات تو دائما گویند افزون باد کبریای خداوند. ولیکن من کم بغل و مسکین هستم و خداوند به من غمخواری میکند. مددگار و رها کننده من تو هستی ای خدای من، تأخیر نکن. کتاب زبور ترانه 40. خوشا کسی که به بینوایان مرحمت می نماید. برای سردار مغنیان ترانه داوود. خوشا کسی که به بینوا اعتبار می دهد. در روز مصیبت خداوند او را رها خواهد کرد. خداوند او را نگهبانی خواهد کرد و زنده خواهد ماند و او در زمین خوشبخت خواهد بود. و تو او را به دست دشمنانش نخواهی سپرد. خداوند او را بر بستر بیماری یاوری خواهد کرد. تمام وقت خوابیدن او تو در بیماری او نگاه بین خواهی کرد. من گفتم خداوندا و من مرحمت نما، جانم را شفا ده، زیرا که پیش تو خطا کردم. دشمنانم در حق من سخنان بد میگویند. او کی میمیرد تا که نامش گم شود؟ و اگر کسی به عیادت من بیاید سخن دروغ میگوید. دل وی در خود غیبت جمع میکند و همین که بیرون رفت به گپ و کلاچه شروع می نماید. همه بدخواهانم با همدیگر در حق من پیچیر پیچیر میکنند، بر ضد من بدی میاندیشند. قباحت بر سر او آمده است و اکنون که او خوابیده است دیگر نخواهد برخاست. حتی کسی که با من دوست بود و از او دلپور بودم و او نان مرا میخورد، پاشنه خود را بر من بلند کرده است. ولیکن تو ای خداوند به من مرحمت نما، مرا به پا برخیزان تا که آنها را سزا دهم. از این خواهم دانست که تو به من توجه می نمایی، زیرا که دشمنم بر من تنتنه نمی کند و مرا به سبب بیعیبی من دستگیری خواهی کرد و به حضور خود تا ابد قائم خواهی داشت. مبارک است خداوند خدای اسرائیل از ازل تا ابد. آمین و آمین. کتاب زبور ترانه 41. دعا درباره نجات دادن شخصی که به کشور بیگانه رانده شده است. برای سردار مغنیان سرود تعلیمی بنی قوره. چنان که آهو اشتیاقمند مجراهای آب است، آنچنان جانم اشتیاقمند توست ای خدا. جانم تشنه خداست، تشنه خدای حی. کی آمده پیش خدا حاضر می شوم؟ اشکهایم روز و شب نان من بود، وقتی که هر روز به من می گفتند خدای تو کجاست؟ این را به خاطر آورده جانم اندرون من به هیجان می آید. هنگامی که با جماعت گذر داشتم، آنها را آهسته آهسته سوی خانه خدا می بردم با آوازی ترنم و شکرانه عامه‌ای که عید می کرد. چرا ای جانم مایوس شده ای و اندرون من آشفته حال هستی؟
به خدا امیدوار باش، زیرا باز به گفتن حمد او موفق خواهم شد برای نجاتی که از او خواهم یافت. ای خدای من، جانم اندرونم مایوس شده است، بنابراین تو را از زمین اردن و از هرمون، از کوه مسعر یاد می کنم. ورته ورته را با آواز شرشره های تو دعوت می نماید. همه طغیان ها و مبچای تو بر من گذشته است. روزانه خداوند احسان خود را ظاهر خواهد کرد و شبانه سرود او با من خواهد بود که دعای است پیش خدای حیات من. به خدایی که صخره من است می گویم، چرا مرا فراموش کرده ای؟ چرا از فشار دشمن ملول شده می گردم؟ خصمهایم با دشنامهای خود استخوانهای مرا ضربه مرگاور می زنند، وقتی که هر روز به من می گویند خدای تو کجاست؟ چرا ای جانم مایوس شده ای و اندرون من آشفته حال هستی؟ به خدا امیدوار باش، زیرا باز به گفتن حمد او موفق خواهم شد که او نجات روی من و خدای من است. کتاب زبور ترانه 42. دعا درباره خلاصی دادن از شخصان ناانصاف و مکار. مرا ای خدا در داوری حمایت نما و داد مرا از مردم بیرحم بگیر. از شخص مکار و ناانصاف مرا رهایی ده، زیرا که تو خدای استحکام من هستی. چرا مرا پرتافته ای؟ چرا از فشار دشمن ملول شده می گردم؟ نور و راستی خود را بفرست تا که مرا هدایت نمایند. مرا به کوه مقدس تو و به مسکنهای تو بیارند و نزد قربانگاه خدا خواهم آمد، نزد خدایی که شادی و خرسندی من است، و تو را ای خدا خدای من با بربط حمد خواهم گفت. چرا ای جانم مایوس شده ای و اندرون من آشفته حال هستی؟ به خدا امیدوار باش، زیرا باز به گفتن حمد او موفق خواهی شد که او نجات روی من و خدای من است. کتاب زبور ترانه 43. به مدد خدا غلبه به دست نمی آید. برای سردار مغنیان، سرود تعلیمی بنی قره. خدایا با گوشهای خود شنیده ایم و پدران ما به ما حکایت کردند درباره کارنامه‌ای که در ایام آنها در ایام قدیم به عمل آورده ای. تو با دست خود خلقها را به در رانده ای ولی آنها را نشانده ای. قبیله ها را شکست داده ای ولی آنها را پهن کرده ای. زیرا که آنها با شمشیر خود زمین را مسخر نکردند و آنها را بازوی آنها نجات نداده است، بلکه یمین تو و بازوی تو و نور روی تو، زیرا که حسن توجه تو بر آنها بود. تو پادشاه من هستی ای خدا، بر نجات یعقوب امر فرما. با مدد تو عدویان خود را شاه خواهیم زد، با اسم تو مخالفان خود را پایمال خواهیم کرد. زیرا که به کمان خود توکل نخواهم کرد و شمشیرم مرا نجات نخواهد داد، بلکه تو ما را از عدویان ما نجات داده ای و بدخواهان ما را خجیل کرده ای. هر روز با خدا فخر می نمایم و اسم تو را تا ابد حمد خواهیم گفت. سیلا. اما الحال تو ما را پرتافته و رسوا کرده ای و با لشکرهای ما بیرون نمی آیی. ما را پیش دشمن عقیب گردانده ای و بدخواهان ما برای خود تاراج می کنند. ما را مثل گوسفندان برای خوردن سپرده ای و در میان خلقها ما را پراکنده کرده ای. قوم خود را به بهای ناچیز فروخته ای و نرخشان را زیاد نکرده ای. ما را نزد همسایگان ما ننگین کرده ای، خندخریش و حقیر نزد آنهایی که در گرد و پیش مایند. ما را ورد زبان در میان خلقها، هدف سرجنبانی در میان قبیله ها گردانده ای. هر روز رسوایی من پیش نظر من است و خجالت روی مرا پوشیده است. از آواز دشنام دهنده و بهتانگوی، از افت و بشره دشمن و انتقام جوی. همه این به سر ما آمده است، ولیکن ما تو را از خاطر نبرآوردیم
و به عهد تو خیانت نکرده ایم. دل ما عقیب نگشت و پایهای ما از راه تو بیرون نرفت. وقتی که ما را در مکان شغالان فرو نشاندی و با ظلمات ما را پوشاندی. اگر ما اسم خدای خود را از خاطر می برآوردیم و کفهای خود را سوی خدای بیگانه دراز می کردیم، آیا خدا این را تحقیق نمی نمود؟ زیرا که او اسرار دل را می داند. لیکن به خاطر تو ما هر روز کشته می شویم، مثل گوسفندان ضعف به شمار می رویم. برخیز، چرا خوابیده ای خداوند؟ بیدار شو، به صورت ابدی ما را نپرتای. چرا روی خود را پنهان داشته ای؟ مصیبت و تنگی ما را فراموش کرده ای؟ زیرا که جان ما به خاک یکسان شده است، جسم ما به زمین چسبیده است. و مدد ما برخیز و ما را به خاطر احسان خود خلاصی ده. کتاب زبور ترانه 44. سرود حمد و ثنا در شأن مسیح خدا و عروس او. برای سردار مغنیان بر ساز شوشان. سرود تعلیمی بنی قوره. سرود محبت. دلم از حسیات خوب به جوش آمده است، من میگویم سرودم به پادشاه بخشیده شده است. زبانم قلم کاتب تیزنویس است. تو از بنی آدم زیباترین هستی، لطافت بر لبانت هویداست، بنابراین خدا تو را مبارک خوانده است تا ابد. شمشیر خود را ای بهادر بر ران خود ببند که شکوه و شفقت توست و در شفقت خود سوار شده در راه راستی و حلم و عدالت کامیاب شو و یمینت چیزهای عجایب به تو نشان خواهد داد. تیرهای تو تیز است، قومها زیر پای تو فرو می‌غلطند. تیرهایت به دل دشمنان پادشاه خواهد رسید. تخت تو ای خدا تا ابد است، عصای راستی عصای ملکوت توست. عدالت را دوست داشته ای و از شرارت نفرت داری. بنابراین تو را خدا خدای تو با روغن شادمانی بیشتر از رفیقان تدهین کرده است. همه لباسهایت مثل مور و عود و دارچین است. از قصرهای عاج تو را با سازها خرسند می کنند. دختران پادشاهان در میان عزیزان تو هستند. به یمینت ملکه در تلای اوفیر ایستاده است. بشنوی دختر و ببین و گوش خود را دار و قوم خود و خانه پدرت را فراموش کن. و هنگامی که پادشاه اشتیاقمند جمال تو گردد، زیرا که او خداوند توست، به او سجده نما. و دختری سور با هدیه ها و ثروتداران قوم دیدار تو را خواهند طلبید. تمام جلال دختری پادشاه در اندرون است. لباس وی با طلا مرصع است. در لباس پرنگار وی نزد پادشاه برده می شود. از عقب وی باکیره ها دوگانه هایش روانند که پیش تو آورده شدند. با شادی و خرسندی برده می شوند، به قصر پادشاه آورده می شوند. در عوض پدرانت پسرانت خواهند بود، آنها را در تمام زمین میر تعیین خواهی کرد. نام تو را ذکر خواهم کرد تا ابدالدهر، بنابراین قومها تو را حمد خواهند گفت تا ابد. کتاب زبور ترانه 45. خدا پناهگاه و قوت ماست. برای سردار مغنیان. سرود بنی قوره بر ساز علامود. خدا پناهگاه و قوت ماست، مددگاری که در تنگی ها زود پیدا می شود. بنابراین نخواهیم ترسید اگرچه زمین مبدل شود، کوهها در قعر بحرها به جنبش آیند، آبهای آن خروشیده طغیان کنند و کوهها از غلیان آن متزلزل شوند. سیلا. جویهای نهر شهر خدا را خرسند می کنند که آن مقدسترین مسکنهای حق تعالی است. خدا اندرون آن است، آن فرو نخواهد غلطید. سپیدم خدا با آن مدد خواهد کرد. خلقها خروش برداشتند، مملکتها فرو غلطیدند. او آواز خود را داد و زمین به لرزه افتاد. خداوند لشکرها با ماست، خدای یعقوب پناهگاه ماست. سیلا. بیایید به کارنامه های خداوند نظر اندازید که خرابی ها بر زمین آورده است. و جنگ ها تا اقصای زمین خاتمه داده، کمان را شکسته است و نیزه را پاره کرده است.
عرابه ها را به آتش سوزانده است. باز ایستید و بدانید که من خدا هستم. در میان خلقها برافراخته خواهم شد، بر زمین برافراخته خواهم شد. خداوند لشکرها با ماست، خدای یعقوب پناهگاه ماست. سلا. کتاب زبور ترانه 46. خداوند ما پادشاه است. برای سردار مغنیان، ترانه بنی قوره. ای همه قوم ها کف زنید، به خدا با آواز ترنم بانگ زنید. زیرا که خداوند تعالی سهمگین است، پادشاه بزرگ است بر تمام زمین. قوم ها را زیر دست ما گرداند و قبیله ها را زیر پایهای ما. میراث ما را برای ما برگزید، یعنی افتخار یعقوب را که دوست می دارد. سلا. خدا با بانگ شادی صعود کرد، خداوند با آواز شاخ. بسرایید خدا را، بسرایید. بسرایید پادشاه ما را، بسرایید. زیرا که خدا پادشاهی تمام زمین است. سرود دلنشین بخوانید. خدا بر خلقها پادشاه شد. خدا بر تخت مقدس خود بنشست. میران قومها نزد قوم خدای ابراهیم جمع آمدند، زیرا که سپرهای زمین از آن خداست. او بی نهایت بلند است. کتاب زبور ترانه 47. خدای ما به طور ابدی هادی ما خواهد بود. سرود. ترانه بنی قوره. خداوند بزرگ است و بی نهایت ممدوح. در شهر خدای ما، در کوه مقدس خود، تپه بسیار زیبا، شادی تمام زمین است. کوه سیان در کنار شمالی شهر پادشاه معظم است. خدا در قصرهای آن همچون پناهگاه مشهور است. زیرا اینک پادشاهان جمع آمدند، یک جایه گذشتند. همین که آنها دیدند، حیران شده به هراس افتادند و روی به گریز آوردند. لرزه آنها را در آنجا فرا گرفت و درد سخت به مانند زنی که میزاید. تو با باد شرقی کشتی های ترشیش را شکستی. چنان که شنیده بودیم، آنچنان دیدیم در شهر خداوند لشکرها، در شهر خدای ما. خدا آن را برقرار خواهد کرد تا ابد. سلا. درباره احسان تو ای خدا، ما اندرون قصر تو فکر و خیال میکنیم. چنان که اسم تو ای خدا، آنچنان حمد و ثنای تو تا اقصای زمین پهن شده است. یمین تو پر از عدل است. کوه سیان خرسندی میکند. دختران یهودا شاد میشوند به مناسبت داوری های تو. در گرد سیان گردید و آن را دور زنید، برج‌های آن را بشمارید. دل خود را به استحکام‌های آن بمانید، قصرهایش را دیده برآیید، تا که به نسل آینده حکایت کنید. زیرا که این خدا خدای ماست تا ابد، او ما را تا دم ممات هدایت خواهد کرد. کتاب زبور ترانه 48. ثروت، قوت و جلال آدمان با مردنشان تمام می شود. برای سردار مغنیان، ترانه بنی قوره. این را بشنوید ای همه قوم ها، گوش اندازید ای همه ساکنان دنیا. هم آدمان عادی و هم شخصان نجیب، ثروتدار و مسکین یک جایه. زبانم حکمت را بیان می کند و اندیشه های دلم از غایه ها عبارت است. گوش خود را به مسئله می دارم، معمای خود را با باربد می کشایم. چرا در ایام بدکش ترسان باشم، وقتی که گناه دنبالگیرهایم مرا احاطه می کنند؟ آنها به توانگری خود توکل می نمایند و با فراوانی ثروت خود فخر می کنند. کسی هرگز برای برادرش فدیه نمی دهد، کفارت خود را نیز به خدا ادا نمی کند، چون که فدیه جانشان گرانبهاست و آن هرگز میسر نمی شود، تا که دایم زنده مانده روی گور را نبیند. زیرا می بیند که حکیمان می میرند، با یک جایگی جاهلان و ابلهان نابود می شوند و توانگری خود را به دیگران باقی می گذارند. در خاطر می گذرانند که خانه هاشان دائمی و مسکن هاشان تا ابد الدهر است.
زمینهاشان را به نامهای خود می خوانند. ولیکن آدمیزاد در جاه و جلالش نمی ماند. او مثل حیوانهایی است که به هلاکت می رسند. چون این است راه آنهایی که خود باورند و فرجام آنهایی که از لاف خود خرسندند. سیلا. مثل گوسفندان به دوزخ برده می شوند، مماد آنها را چوپانی می کند و بامدادان راستکاران بر آنها حکم فرما خواهند شد و صورت آنها در دوزخ که مسکن آنهاست خواهد پوسید. اما جانم را خدا رها خواهد کرد، زیرا که مرا از دست دوزخ خواهد گرفت. سیلا. نترس وقتی که شخص ثروتدار شود و جلال خانه‌اش افزون گردد، زیرا که هنگام مردنش چیزی با خود نخواهد برد. جلالش از عقب او نخواهد رفت. اگرچه در حیاتش او برکت خود را می‌خواهد و به دل خود میگوید تو را تعریف میکنند که خود را قانع میگردانی، لیکن سوی نسل پدران خود خواهد رفت که آنها تا ابد نور را نخواهند دید. آدمی که صاحب جاه و جلال است ولی فهم ندارد مثل حیوان‌هایی است که به هلاکت میرسند. کتاب زبور ترانه 49. شکرانه، مدح و اجرای احکام قربانی حقیقی برای خدا می باشد. ترانه آصاف. خدای خدایان، خداوند سخن می راند و زمین را از طلوع آفتاب تا غروب آن می خواند. اسیان که کمال زیبایی است خدا تجلی می نماید. خدای ما می آید و خاموش نخواهد بود. پیش او آتش سوزان مهیاست و گرداگرد او طوفان دمان. از بالا آسمان و زمین را می خواند تا که قوم خود را داوری نماید. پارسایان مرا نزد من جمع آورید که با من به قربانی عهد بستند. و آسمان عدالت او را بیان خواهد کرد، زیرا که خدا داور است. سیلا. بشنوی قوم من تا سخن رانم و ای اسرائیل تا به تو شهادت دهم. من خدا خدای تو هستم. نه از برای قربانی هایت تو را مذمت خواهم کرد. قربانی های سوختنی تو دائما پیش نظر من است. نه گوساله از خانه تو خواهم گرفت، نه تکه از عاقل تو. زیرا که تمام حیوانات جنگل از آن من است و چارپایانی که بر هزارها کوه‌ها هستند. همه مرغان کوهسار را می شناسم و جانوران صحرا در دست من است. اگر گرسنه می ماندم به تو نمی گفتم، زیرا که دنیا و هر چی در آن است از آن من است. آیا گوشت گاومیشان را می خورم و خون تکه ها را می نوشم؟ به خدا قربانی شکرانه را ذبح نما و به حق تعالی نذرهای خود را ادا بکن. و در روز تنگی مرا بخوان، تو را خلاصی خواهم داد و تو مرا مدح خواهی کرد. ولی به شریر خدا می گوید تو چه حق داری که فرایض مرا روایت نمایی و عهد مرا به زبان خود آوری؟ در صورتی که خودت از خلق و آداب نفرت داری و سخنان مرا پشت پا می زنی؟ چون دزد را دیدی همراه وی می دوی و با زیناکاران شریک می شوی، دهان خود را برای بدگویی می کشایی و زبانت مکر می بافد. نشسته در حق برادر خود سخن می رانی و پسر مادر خود بهتان می زنی. چون این رفتار کردی و من خاموش ماندم، گمان کردی که من مثل تو هستم. بنابراین تو را مذمت خواهم کرد و داوری تو را پیش نظر تو به عمل خواهم آورد. این را ای فراموش کنندگان خدا فهم کنید. مبادا شما را بدرم و رها کننده نباشد. هر کی شکرانه را قربانی نماید وی مرا مدح می کند و هر کی راه درست را پیش گیرد به وی نجات خدا را نشان خواهم داد. کتاب زبور ترانه 50. دعای گناهکاری که توبه می کند. برای سردار مغنیان ترانه داوود. وقتی که پیش او بعد از درآمدنش نزد بتشابه ناتان نبی آمد. به من ای خدا از روی لطف خود مرحمت نما و جنایت‌هایم را از روی فراوانی مرحمت‌های خود محو کن. مرا از گناهم چندین باره شستشو نما و از خطایم مرا پاک کن. زیرا که من به جنایت‌های خود اقرار هستم
و خطایم دائم پیش نظر من است. به تو و تنها به تو خطا کردم و پیش نظر تو بدی کردم. بنابراین تو در حکم خود برحق هستی و در داوری خود پاک. اینک من در گناه آفریده شدم و مادرم در خطا به من حامله گردیده است. اینک تو راستی را در ضمیرم خواهان هستی و در باطنم حکمت را به من می آموزی. مرا با زوفا تطهیر نما و من پاک خواهم شد. مرا شست و شوی کن و من از برف سفیدتر خواهم شد. مرا از شادی و خرسندی بهره‌مند گردان تا استخوان‌هایی که تو شکسته خشنود شود. روی خود را از خطایم بپوشان و همه گناه‌های مرا محو کن. خدایا، دل پاک در من بیافرین و روح درست در باطنم نو بکن. مرا از پیش خود دور نانداز و روح القدس خود را از من نگیر. شادی نجات خود را به من برگردان و با روح عالی همتی مرا دستگیری نما. به جنایتکاران راههای تو را تعلیم خواهم داد و خطاکاران سوی تو رجوع خواهند کرد. مرا از خونها برهان ای خدا که خدای نجات من هستی، تا زبانم عدالت تو را ترنم نماید. خداوندا، لبهای مرا بگشا و زبانم حمد و ثنای تو را خواهد گفت. زیرا که تو قربانی را نمی خواهی وگرنه می آوردم. و قربانی سوختنی توجه نمی کنی. قربانی های دلخواه خدا روحی شکسته است. دلی شکسته و ذلیل را تو ای خدا خار نخواهی دید. با حسن توجه خود به سیان نیکی بکن. حصارهای یروشلیم را برپا نما. آنگاه قربانی های عدالت و قربانی های سوختنی به تو پسند خواهد افتاد. آنگاه بر قربانگاه تو گساله ها را خواهند آورد.